صدا از کاوه آهنگر آید. لوای ما بر روی منبر آید. به یمن این نماد سربلندی چه معنای بلندی بر سر آید. لوای ما لوای کاویان است، نشان عزم و جهد تاجیکان است. از آن فخرم که چون شهبال هستی، پرافشان در فضای جاویدان است. سفیدی بخت هر مجنون میهن، بود سرخی جلای خون میهن. برنگ سبز روید نخل هستی، ثمر یابد هم از مضمون میهن. در تاریخ تمدن و فرهنگ بوی قدیمی دولتداری تاجیکان پرچم و پرچمداری جایگاه ویژه دارد. آن در آثار خطی قدیمی، اساطیر، سرچشمه‌های تاریخی و ادبی، داستان، قصه و روایت و ایجادات مردم وابسته به دوره‌های گوناگون تاریخ به طور گسترده انعکاس گردیده است. آثار متفکران، ادیبان، عالمان و مورخان به واسطه یکی از شاخصرهای ادبیات جهانی، شاهنامه تا به نسل امروز رسیده است. از زمانهای بسیار قدیم در فرهنگ ما تصویر پرچم خوشبختانه بسیار خوب ذکر شده است و منبع بسیار مهمی که در این باره برای ما حکایت میکند همین شاهنامه فردوسی، حماسه بزرگی ملی مردمان آریا تبار است که در آنجا درباره پیدا شدن پرچم به صراحت مواد بسیار فراوان آمده است. نخستین معلومات ها درباره پرچم در اوستا آمده است و اوستا هم جنبه بدیعی هم دارد، چون که در بسیار اسطوره های ما حفظ شده است. بنابراین می توانیم گفت که یک سرچشمه ادبی حفظی پرچمداری تاجیک، افادهگری پرچمداری تاجیک است و بدتر پرچم به طور گسترده، به طور بسیار برجسته مجلا در شاهنامه فردوسی وابسته به همون داستان کاوه آهنگر و ضحاک ماران تجسم یافت. کاوه آهنگر که در تاریخ ما بسیار معلوم معروف است، پیش از اون هم سلاله ها و دولت هایی که موجود بودند دارای پرچم بودند، اما در ادبیات کلاسیکی ما همین پرچم کاویانی به یک نماد برجسته مردمان ایرانی تبار تبدیل شد و بعد در خاندان هم هخامنشیان، هم اشکانیان، هم کیانیان و هم ساسانیان همین پرچم کاوه آهنگر را نماد خود ساختند. به شرافت همین تصویرهای حکیم فردوسی ما امروز میدانیم که پرچم اولین ملی ما که پرچم کاویانی هم میگوییم، برای عدل و عدالت، برای انصاف، دادخواهی بالا شده بود. این افتخار ماست که در طول هزار ساله ها همین پرچم همین هدف بلند خودش نگاه داشت. هر پهلوان درفش خود را داشت، بیرق خود را داشت، همچون مجسمه یا که نشان یا رمز ظفر. وقتی که یک پهلوان با پهلوان دیگر در نبرد می آمد، به کشور دیگر در نبرد می آمد، آن را بیرق برداران، پرچم برداران پیشکی چکارون پیش لشکر او را می بردند. یعنی همیشه از تجسم ظفر، تجسم غلبه، تجسم هستی، تجسم هویت، ظفر بر بالای دشمن را انعکاس میکرد. باید که در شاهنامه بیزوال فردوسی تفسیر عالی پرچم و پرچمداری بیشتر به مضمون همچون رمز دولتداری، افتخار ملی و آزادی خواهی، دلیری و شجاعت و پیروزی های فریدون به قلم داده شده است. پادشاهانی که آمدن هر کدام همین پرچم را نماد کرد و هر کدام یک با گوهرهای گوناگون زرد و سرخ و بنفش آرایش دادن و اینها وقتی که در روز روشن این پرچم که برافراخته میشد در زیر تابش نور خورشید و هر یک گوهری که در آن نصب کرده بودند به مانند اختر میتابید. بنابراین در بسیار جای شاهنامه
همین درفش کاویانی را به اختر کاویانی هم ذکر می شود و قصهش این است که میگوید که فرو هیشت از او سرخ و زرد و بنفش، همه خاندش کاویانی درفش، هوا شد بسان پرندی درفش، ز تابیدنی سرخ و زرد و بنفش. اونختر این پرچم قیمت بها بود که هر پاره اون رو با نرخ‌های خیلی گران تقسیم کرده و فروختند. بغیر از اون جواهرات قیمت بهایی که در طول عصرها در این پرچم آویخته شده بود. ببینید همین بود پرچم اولین ما و انعکاسش در شعر، در ادبیات از همون آغاز از حکیم فردوسی آغاز یافته بود و امروز ما ملتی که در طول مثلا تاریخ پرچمدار بود و قانوندار بود و ملتی که افتخار میکرد با سرشت ملی خودش و با فرهنگ و معنویات بزرگ خودش، این ملت در نمای تاجیکستان صاحب استقلال امروز همین پرچم کیانی خودش باز هم برافروخت. درباره پرچم شاهان آریایی فردوسی چنین میگوید: یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماهی زرین غلافش بنفش. و حتی روایتی هست که مثلا رستم دستان که البته این پهلوانانی که قهرمانانی که در شاهنامه آمدن همشون در تاریخ ملت ما پهلوانانی زنده بودند که فقط تصویر بدیعی آنها در شعر می آمد و شعر این انعکاسی بدیعی حیات است. فقط شاعر آن را به طور نظم بیان می کند و با کلمه های زیباتر که در دل و دیده و خاطر مردم نقش بندد. واقعا هم لیوا، پرچم و دیگر واژه‌هایی که به این معنا از آنها کار میگیرند در فرهنگ مردم ما دارای اهمیت بسا بزرگ هستند. همیشه پرچم در جاده کار، در جاده دولت سازی مایه الهام مردم ما بود، هست و میماند. پرچم در آثار ادیبان گذشته با واژه‌های مختلف ifade یافته است. در فرهنگ زبان تاجیکی کلمه علم به معنای بیرق، علامت، گروهی از لشکر و غیره آمده است. آن بیشتر معنای مجازی داشته به نور و روشنایی تشبیه داده می شود. مز در اثرهای ادیبان شکوه و منزلت علم پرچم را با 100 گونه رنگ و تابش وصف نمودند. جامعه بزرگوار یک مصرع جامعه به خاطر میاد، میگوید که در یک شعر تصویریش لاله علم زد در کوهساران. وقتی که بهار آمد لاله علم زد در کوهساران، یعنی که لاله سرخ در کوهساران مانندی پرچم، مانندی علم به جلوه آمد. هنگام یورش ها، هنگام لشکرکشی ها، هنگام تنتنه ها، هنگام نمایش ها، آنی که در دست پرچم داشت او را علمدار میگفتند. درهایی که بعد در پیروی شاهنامه‌اش نوشته شدند، اولین اثرهای حماسوی مثلا در گرشاسنامه یا که بهماننامه ایرانشاه ابوالخیر با نام کاویانی درفش کاویانی ذکر میشد و در اثرهای تحقیقاتی هم درباره این اثر معلومات داده میشد و همچون مثال وقتی که درباره دولت‌های ملی درباره درفش سخنرانی می شود، همچون کلمه زده می شود بسیاری وقتا به درفش کاویانی. حتی در آثار عرفانی، در آثار مولانا، سنایی و دیگر ادیبان ما به درفش کاویانی یا کاویانی درفش با مقصدهای گوناگون به آنجا نزدیک میشه. و هر کس پرچم را باور نمیکردند، چون که پرچم این آنچنان که گفتیم یک رمزی ننگ و ناموس و افتخار و سرافرازی و سربلندی و شکست ناپذیری و پیروزی بود. می‌دانم وقتی که لشکر پرچم را، علم را از دست می‌دهد و معنای پیروز مغلوب شدنی او را دارد. درفش تاجیکان از باستان است، ز او فر کیانیان عیان است. چو رمز دولت و رمز سپاه هم، نیایم را گرامی همچو جان است. درفش کاویان از عمق تاریخ چراغ دولت ما
آریان است. چراغ معرفت از نصرت او فروزان دائما در این مکان است. همه پاینده فرهنگ و زبانم ز جدی با خرد تا این زمان است. درفش تاجیکستان قامت افراخت که اکنون افتخار تاجیکان است. به زیر سایش آسوده جان است. درفش سرفراز ما درفشان، سری بالای ما را سایبان است. درفشم رمز ناموسی وطندار، غرور ملتم را پاسبان است. درفش ملتم دارد سر سبز، بقای عمر او تا جاویدان است. نسبت به دیگر نمادهای مقدس ملی، پرچم از نظر کاربرد جغرافیایی وسیع‌تر است. بسیار نماد با شکوه و دوست داشتنی است. مثلا کنستیتوسیا فقط در حدود همون جغرافیای یک ملی ما کاربرد دارد، اما در جغرافیای بین المللی که ما میبراییم همچون یک ملت خودمان را به نمایش میگذاریم، در آنجا همین پرچم نقش تمام مقدسات ملی ما را در زیر پرچم هویدا می شود. بودگو که در نبردها پرچم الهام بخش جنگاوران، زور و مدار مردان شجاع بود. راجع به خصوصیت خاصه و تحریک دهنده پرچم نشانه دلیری، ترتیب و نظام لشکر، در صف پیش نگاه داشتن آن در سرچشمه‌های تاریخی و ادبی تاریخی بخارای نرشخی، سیاستنامه، فتنامه، من جمله اثر مرغوب نصری سمک عیار معلوماتی جالب آورده شده است. در گذشتم، در عصر گذشتم و امروزم اساساً رنگ سرخ، رنگ سفید، رنگ هایی که بسیار چی بودند؟ معمولی بودند. و رنگ سبز، رنگ سرخ در عصر گذشتم، حتی در به خاطر من میاد در سمک عیار در آثار روایتی هم پرچم سرخ آمده است. این رمز مبارزه، رمز آزادی خواهی است. رنگ سفید، این رنگ سفیدی، درخشندگی، و رمز سبز شکوفایی، سرسبزی. یعنی هر کدام این رنگ هایی که در بیرق انعکاس شده است، از جمله در پرچم ما، اینا وظیفه مشخص خود را دارند. در شاهنامه یک بخش بسیار مهم است درباره اهمیت پرچم برای مردم ایران تبار. یک قصه بسیار زیبا، در وقتی که گشتاس با ارجاس جنگ میکنن و همینجا میگه وقتی که پرچم لشکر ایران شکست میخورد و پرچم ایران به زمین میافتد، آنجا میگه یک پهلوان ایرانی با نامش بود گرامی. این پهلوان گرامی رفت او را از خاک برداشت، بلند کرد، با یک دستش گرز میزد، جنگ میکرد، با یک دستش پرچم را پرافشان نگه می داشت که این رمز شکست ناپذیری ملی است. درفش بسیار مهم دانسته می شد و برای حمایه آن جان نثاری می کردند. حتی در لحظه های ضروری درفش را با دندان می گرفتند. از این رو در شاهنامه آمده است گرامی به دندان بدارد درفش، بدارد به دندان درفش بنفش. یا در جای دیگر می گوید فردوسی درفش فریدون به دندان گرفت، همی زد به یک دست گرز ای شگفت. بیفتاد از دست ایرانیان درفش فروزنده کاویان. گرامی بدید آن درفش چون نیل، که افکنده بودن از پشت پیل. فرود آمد و برگرفتش ز خاک، بیفشاند از خاک و بستورد پاک. چو او را بدیدند گردان چین، که آن نیزه نامدار گزین. از آن خاک برداشت بستورد و برد، بگیردش گرفتند مردان گرد. ز هر سو بگیردش همه تاختند، به شمشیر دستش بینداختند. درفش فریدون به دندان گرفت، همه زد به یک دست گرز ای شگفت. سرانجام کارش بکشتند زار، بر آن گرم خاکش فکندند خار. این تصویر است که جوانمردی و شجاعت و احترام مردمان ایرانی نژاد را به پرچم در شاهنامه فردوسی به تصویر میکشد
و ببینید که چقدر آنها به پرچم به نماد ملی احترام داشتند که مرگ را میپذیرفتند اما پرچم را بر زمین نمی نهادند. درفش که در جایهای بلند افروخته می شد، سحر با برآمدن آفتاب از نور آفتاب نیزه طلایی درفش ها پرچم ها می درخشیدند و این باعث روح بلندی و خوشحالی مردم و لشکر و دولت مردان می گردید. درفشان بسیار افراشته سر نیزه ها ز ابر بگذشته. درفشان در اینجا به معنی پرچم اومده است و فردوسی قید میکند که اینقدر درفش ها بلند افروخته شده بودند و بلند ساخته شده بودند که سر نیزه ها از ابر میگذشت. و هرچند که در شعر، چی در شعر کلاسیکی و چی در شعر امروز صنعت مبالغه استفاده می شود، ولی در اینجا حقیقت تاریخی است. در آثار مثلا ناصر خسرو قبادیانی، در آثار نظامی، در آثار خاقانی، بیشتر در آثار خاقانی ما با درفش کاویانی روبرو میشیم، در آثار انوری، در آثار سعدی، حافظ تا شمس الدین شاهین و تا ادیبان ما در عصر گذشته و استاد عینی درباره پرچم معلومات میده، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا ترسونزاده و خصوصا شاعران ما در زمان استقلال. اگر ما گویم که پرچم چگونه در آثار ادیبان ما در شعر ما انعکاس شده بود، شاعر نیست که درباره پرچم سخن نگفته باشد. همین طریق درفش، لیوا یا پرچم در اثرهای مختلف در ادبیات بیش از 1000 ساله تاجیک و فارس موقعی معین را اشغال میکند. متفکران تاجیک با جهانبینی و مناسبت گوناگونی تاریخی این مقدسات ملی را بسا جالب و ماندگار انعکاس نمودند. اما مرحله به مرحله در عصرهای بعدی بعد از شکست دولت سامانیان توصیف و تصویر مقدسات ملی از بین می رود و جای آن را عشقنامه ها و دیگر موضوعها اشغال می کنند. سپس در عصر 20 باز دوباره موضوعهای تصنیفات هویت ملی، خاصتا رمزهای ملی در ادبیات معاصر تاجیک نفوذ پیدا می کند. همین گونه 10 عصر سپری شد تا اینکه در عصر 20 دوباره موضوع ملی، پرچم ملی، گیمن ملی، سرقانون، مسئله قانون، نظم در ادبیات ما در عصر 20 بعد تشکیل جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان پیدا شد. چرا که باز در عصر 20 تاجیک دارای دولتی جمهوری مستقل گردید و باز شرایط برای بیان همین ارزش ها فراهم شد. در حفظ اولین عنعنه های پرچمداری خلق تاجیک نظم ادبیات بدیعی نقش بسیار برجسته بازیده است. هر یک شعری که با مقدسات ملی بخشوده شده است، از جمله با ستایش و وصف و ترنم پرچم ملی، در ردیف دیگر خصوصیتش جنبه قوی تربیوی دارد و برانگیزنده است، برانگیزنده افتخار، پیروزی، صداقت، محبت به وطن. هم استاد عینی و استاد لاهوتی و استاد ترسونزاده و میرشکر، همه بزرگان ما در همین موضوع، مثلا بخصوص در اشعاری که در باره جنگ بزرگ وطنی می رود، همین رمزها دوباره احیا می شوند، چون ضرورت بود که در همان دوره باید به سربازان در فرانت، در جبهه روحیه ملی داده شود و این آثار، همین گونه آثار هم به نثر هم به نظم در ادبیات معاصر ما در همین دوره ایجاد می شود. شاعری نیست که درباره پرچم شعری نگفته باشد و همچنین سرایندگان ما این شعرها را آهنگ بسته سراییدن. وقتی که شعر با آهنگ هماهنگ می شود، تأثیر آن صدچندان زیاد می شود و مقصد همه ما شاعران بیدار کردن حس وطن دوستی، حس صداقت به وطن را در دل جوانان ما بیدار کردن است.
در زمان استقلالت برای ادیبان تاجیک امکانی بیشتر فراهم آورده شد. میان اشعار ستایشی ایجاد شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله با نام پرچم اخلاص بسا جالب به قلم داده شده است. از دیدگاه شاعر پرچم ملی منبری بلند و با شکوه است که در میان هزاران پرچم ها اصالت خود را گم نکرد. او پرچم تاجیکستان را گواه اعتقاد و باوری و پیروزی معنیداد میکند. ای طلوع آهرین هستی خوشرنگ من، ای فروغ بیگزند روزگار شنگ من، ای فریدونی لیوای افتخار ملتم، کاویانه پرچم اخلاص و آر ملتم. ای که در روی تو روی بخت ما شد جلوگر، در فرازت تاج ما شد تخت ما شد جلوگر. پرفشان اندر هوای صلح و استقلال باش، بر تن سیمرغی امید ما شهبال باش. تا که هر صبحت ببینم سر به بالا میبرم، سربلندی تو را با صد تمنا میبرم. ای تنیده از متاع 100 هزاران جسم و جان، ای فروغ عشق و خون حکمت آزادگان. ای تنیده از متاع 100 هزاران جسم و جان، ای فروغ عشق و خون حکمت آزادگان. ما تو را چون گنج جان خویش در کف میکشیم، با هزاران ساله تاریخ از پست صف میکشیم. همه این رمزی هویت، رمزی خودشناسی ملی ما. واقعا پرچم ملی ما این پرچم هویت ساز است، یعنی هویت ملی ما را خبر می. یک نوع شناسنامه ملت ما است که از دولت مشخص، از جغرافیای مشخص، از حدود مشخص به جهانیان خبر میدهد. دیگه فضا باز است و همه جوانان میتوانند که در بالای همین موضوع ها کار کرد کنند. اما آن تصویری که در شاهنامه هست درباره پرچم بسیار تصویر بی‌نظیر است و یک نمونه عبرت است برای ما و برای نسل امروز ما که باید احترام به پرچم را از پهلوان گرامی هر یک نسل جوان تاجیک یاد بگیرد که چگونه پرچم ملی را او برداشت، به دست و دندان نگاه داشت، جانش را قربان کرد اما پرچم را بر زمین نگذاشت. این از تربیه ملی، این از تربیه وطن دوستی. لیوای ما متاع شوکت و شان، امید و آرمان تاجداران. پرافشان در فضای آرزوهاست، بود چون بالی در پروازی مرغان. امیدی بر دوام تاجیکان است، شکوه و ننگ و نام تاجیکان است. پرافشان در فضای آرزوهاست، بهین پرچم به بام تاجیکان است. لیوا باشد سلام آرزوها، نشان احترام آرزوها. برای تاجیکی با ننگ و با آر، کبوتر با پیامی آرزوها. صدا از کاوه آهنگر آید، لیوای ما بر روی منبر آید. به یمنی این نمادی سربلندی، چی معنای بلندی بر سر آید. ملت ما پس از رسیدن به استقلال دولتی اولین کاری که کرد مقدسات ملیش برقرار کرد. پیشوای ملت ما در قطار تشبس‌های زیاد وطن دوستانه خود از همین تشبس‌ها احیای زبان ملی، احیای قانونگذاری و احیای مقدسات ملی، نشان دولتی و پرچم ملی در بسیار ظهورات بلند پیگیری شد. خوشبختانه در آسمان دنیا در تمام معرکه ها، در تمام جلسه ها و نشست های
баланди байналмилалӣ пешвои миллати мо, парчами миллати мо, миллати соҳибтамаддуни моро муаррифӣ мекунанд. бояд қайд намоем ки нақши ашъори ситоишӣ дар мавриди муқаддасоти миллӣ дар тарбияи ватандӯстӣ ва шинохти таъриху фарҳанг басо муассир аст. як шеър қодир аст ки дар зеҳни насли наврас эҳтирому муҳаббатро нисбати ин рукни муқаддас бедор кунад. шеърҳое ҳастанд ки аз забони як қисми онҳо аз забони ҳофизон имрӯз садо медиҳанд, суруд шуданд ва дар рӯзҳои ҷашн сароида мешаванд. хонандаҳои мактабҳо аз худ мекунанд, аз ёд мекунанд. ва инҷо ман шеъри бисёр баланди устод Камол Насруллоҳ дар бораи парчам номбар карда метавонам. шеъри бисёр баланди Муҳаммад Ғоиб, Ҳақназар Ғоиб, шоирони халқи Тоҷикистона номбар карда метавонам. дар шеъри бисёр хуби устод Низом Қосим, шеъри бисёр хуби Озар ва чанд нафари дигарро, Хайрандеш ва чанд нафари дигарро номбар карда метавонам ки бисёр самимӣ дар сатҳи баланд гуфта шуданд ва парчами бисёр бошукӯҳу зебои моро васф мекунанд. ашъоре ки дар онҳо аз парчам сухан дар миён омадааст, аз дирафши коҳуёнӣ сухан дар миён омадааст, ино ҳамеша ҷанбаи на танҳо фарз кардем ёдоварӣ кардан, зикр барои зикр ё ки талмеҳ набуданд, ино ҳувияти миллии моро таъмин мекарданд. ва нозими ҳиротӣ мегӯяд ки ҷаҳонгирони маъниро макун нисбат ба Искандар, ба як мисра ду оламро мусаххар метавон кардан. Парафшон бод доим парчами мо, нишони сарфарозиҳои тоҷик, шукӯҳи мулки беҳамтои тоҷик. Буд ҳар ҷилвааш чун ҷилваи бахт, буд ҳар ҷилвааш чун ҷилваи бахт. баландияш қади болои тоҷик, баландияш қади болои тоҷик. Парафшон бод доим парчами мо, гулафшон бод доим олами мо. ҳидоятгар буд бар сӯи фардо, ба фардои дурахшону шукуфо. хирад аз шавкаташ рамзе бихонад, зафармандию шодӣ дасти боло. парафшон бод доим парчами мо, гулафшон бод доим олами мо. парчами миллӣ имрӯз ҳамчун нишони азму иродаи устувори мардум барои ободии кишвари зебоманзарамон, ҳамароми дирафши ковёни аҷдоди ориёи таборамон бо тобиши се ранг: ранги сурх озодиву истиқлол, ранги сафед сулҳу оромӣ, ранги сабз ободиву хуррамӣ ва дар байни он рамзи тоҷи зарҳалини соҳибдавлатӣ бо 7 ситораи дурахшон бори дигар аз мавҷудияти тамаддуну фарҳанги бостонии тоҷикон башорат медиҳад. عزت قوم کبیر آریا از پرچم است. افتخار مردمان با وفا از پرچم است. دولت پاینده ملت ز عدل و راستی است. هم توان خلق و هم آب بقا از پرچم است. می خورد الوانج از منبر چو روح بشکست. جان و تن را قدرتی به انتها از پرچم است. دولت پاینده ما را در عالم اعتبار، وحدت خلق و وطن با پیشوا از پرچم است. رنگ او هم رنگ خون و جسم و جان ما بود، گردش جان و روان جسم ما از پرچم است. سایه او بر سر ما دائما پاینده باد. تاجیکستان را شکوه کبریا از پرچم است.